پدرمون وقتی نمی خیلی استا بود و اول استایی میکرد وقتی یوگ سپور بود برای ده خانه میکرد نمی دمره میکرد قاشق میکرد مثال همی چیزایی که اسبابای همی نوازندگی را بسیار میکرد برای همی آدمای مثال بانو هر سه ساز میکرد ما همی کسبه را کودکیمون یاد گرفتیم در همی سرزمین ما یک درخت زرنگ میگن که همین توابتی داره خیر یگون وقت میقطع اگر از همون قاشق کنی دویم با هم استفاده بری تمام همین مثال گورده و چیز در این ارگانیسم ده بسیار فایده خوب داره خیلی همین سه و ما میوهش هم میخوریم تنه چیز دلال داره ما این همین قاشقایی که من میکنم اکثریتش سه اینجا باغا بسیارن مثال باغای اساسی 10 سال 20 سال شدن و دیگه از کار برآمدن پیر شدن او را میکنن جوی دیگر میکنن اما را میبرن ما خودشون فایده میکنن که بابا استو ما هم استو را کردیم بیا جدا کرده بگیم ما میریم میگیریم همش دستی حاضر برقی ده ما فقط یک چیز برآمدیم بلگرکه میگن ما تا میشینه چوسو میکردیم سویان میکردیم و دیدم یک بلگرکه برآمد ما اسباب را گرفتیم این برقی خطی ما فقط یک همو خط کار میکنیم دیگه یگون برقی نیست همه اینا ما دستکی میکنیم بیشتر هم آدمایی که طلبگارن این کلا بازار موجو که وقتی ما تراشیدیم همون چیزمون در دست آدمو هستن میبینن میام میگن بابا ایسا برای ما یک فرمان یک دمره بکن یا که همین یک تده تا قاشق میتروشه میگه که ما یک کولیز در کاره یک چاقچو برای دوغ کشیدنم در کاره یک برای نون راست کنم در کاره میفرمانم آدمایی که میان ولی طول ما تری بگو بازار بردگی نیستیم همین فقط کسی که طلبگاره متروشه میتیم یک دکتر متروشی یک دکتر زحمت‌های بسیار داره مثال دکتر هست که اینایی دکتر ما متروشیم پیوند میکنیم پیوند هم ختم میشه وقتی که یخیله بیاید ممکن 100 ساله ها میسته حاج ما اینجا یک نواسه دارم اگه نواسه کلانی تولد 2003 وقتی که 2007 شد همین اسبابای ما را دمروی ما را عوض کرد لیکن ما یک تایم 2007 با هم دمره کردم تو حاضر را میبینیش خیلی ایستاده ممکن دمره دارم که از سال 81 است با توجه فرزندی مثال تیمیم همه مثال ماه ینور دمره را ما تراشیدم فرزند ماه مای ده تولد شده تا وقتی که آدم خودش که اسباب ساخت باید یک هیچی نتونه اقلا یک دو جای موزیک همون مقام بدونه که همین زیما در کجا رسیده است در کجا آزاد مثال میبروید این حتما این هر یک استاد باید یک قدری بتونه چوب را میکفونی چوب را در آب میپرتوی آب چند قدر در آب میسته اگه هر کس تجربه خود چه میگه من همین چوب را میمونم آب را میمونم بعد از آب میگیرم میتروشم یک قدری میکنم که مثلا آل تیار نیست با او را میگیرم نمیخواد جای معینه ای دارم که هم را با میپیچونم او را قاق میکنم بعد از قاق کردن بعد ما او را میتروشم که او کف نیاره اون مثال یگون تو نخره خیلی زبان چورا که ندونی ایرا تروشدن مشکل ای هنر بهترین گنجینه ای به هنر هیچ جا نمیتونه رفته هنر داشته باشی در همه جا قبر قیمت داری در همه جا هنردار قبر قیمت داره من زی هر یک چوبی خشک هر گونه اشیا میکنم هم برای بانوان کار آسان میکنم میتراشم چمچه کولیز هم پرچوی خوب هم برای مطربان تنبور و دتار میکنم یوگ اسپار را میتراشم از برای دهقان نی را با نی نواز و مخبر تراشی میکنم نان راستکن را با مادر و حلاجی را زیچوب از برای هنرم من شادکامی میکنم چرخه را سازکاری میکنم از برای پود و تار دوک را با دست خواهر رشته باران میکنم دو گرفتن عمل استاد اگر در پیش 5 سال بخونی ترا بدیل کشاد اگر اجازت بتیه که تو همین کار دا بکن تو در موافق میشه اگر او اگر دا نگرفته باشی و مثال دویم استاد غم داده باشی تو کار پیش بردن نمیتونی این یک چیزی اساسی دا گرفتن از کلانترها حرمت احترام یکدیگر را کردن ای یه عمرم چه نگار دل فریب است هنوز
مانندی بهار گل بزه بس هنوز گفتم با بلندی آی تو پرواز کنمی در عالمی به بقا نشه بس تو هنوزه در عالمی به بقا نشه بس تو هنوزه در روزی بهار می گذشتم برای گل چیندم در سر زدم پنجره گل چیندم ایامی جوانی کردمی من به خبر می عمرم گذشته پوگیه و من به خبر می عمرم گذشته پوگیه کسی که وطنش را دوست نمی‌دارد اون نه وطن داره نه انسان است. تا وقتی جان در بدن داریم در قلب اینا دوست بداریم چونی که مادر را دوست می‌داشتیم مادر به یاد می‌زنه او چشم می‌گیره برای همین وطن باید همین خیلی باشه وطن بزرگترین چیزه